میخوام در 10 دقیقه هر آن چیزی که میتونم رو از پریمیر پرو بهتون یاد بدم که این یک راهنمای مبتدی برای شروع کار با پریمیر پرو خواهد بود. سلام، من امیر سپنم و این گیم مکس استودیو هستش. خیلی خوش اومدید. فقط قبل از شروع آموزش یه سابسکرایب رو بزن که باعث دلگرمی بشه، بعد بریم سراغ آموزش. خب آقا، من پریمیر رو براتون اینجا میادم. بچه‌ها این پریمیر هستش که ابتدا که بازش میکنین یک صفحه رو اینطوری میبینین. نسخه‌ای که من ازش استفاده میکنم 25.3 هستش که نسخه‌ای که تو سال 2025 عرضه شده. خب ما اولین کاری که انجام میدیم میام یه دونه نیو پروژکت ایجاد میکنیم، یک پروژه جدید ایجاد میکنیم. خب یا اینکه اگه پروژه قبلی داشتین که به احتمال زیاد ندارین، اینجا روی اوپن پروژکت میزنیم. من وقتی روی نیو پروژکت میزنم اینجا اسمش رو ازم میخواد که من لرن رو میزنم، یعنی یادگیری. حالا اینجا هم میتونم جاش رو در واقع تعیین بکنم که کجا ذخیره بشه این پروژه که میخوایم در واقع به کار بگیریم. خب بعد کرییت رو میزنم، یه پروژه جدید بعدام میسازه. بعدش این صفحه رو مشاهده میکنم. حالا برای اینکه بتونم ادیت رو انجام بدم، فایل هام رو بیارم، ابتدا میرم سراغ قسمت ادیت که در واقع ورک اسپیس هم اینجا نمایش داده میشه. اگه شما از نسخه های قبلی در واقع استفاده بکنید، احتمال زیاد یکمی فرق داشته باشه در واقع نحوه کارکردش، ولی کلیت همینه، کلیت ماجرا همینه. من این ورک اسپیس رو که دارم در واقع به این محیط کارمون میگم ورک اسپیس. خب فضای کاری، من این فضای کاری که دارم برای خودم شخصی سازی کردم، ولی اگه شما ابتدا وارد بشین احتمالاً با یه چیزی شبیه این مواجه میشین. میبینین به این شکل هستش، در واقع در ابتدای کار این شکل هستش که خب اومده افکت کنترل رو اینجا گذاشته، در واقع آدیو میکسر رو اینجا گذاشته، پلی بک هم رو اینجا گذاشته، تایملاین هم رو اینجا گذاشته و خب خودش اومده جابجا کرده. خودم اومدم چیکار کردم؟ ورک اسپیس هم رو شخصی سازی کردم. خب هر یک از این پلن هایی که اینجا ما داریم کارهای مختلفی انجام میده. مثلا این پایین من قسمت تایملاین رو دادم که میتونم ویدیو هام رو ببینم. اینجا بخش افکت رو دارم که میتونم افکت هام رو بیارم. اینجا افکت کنترل دارم که در واقع افکت هام رو میام کنترل میکنم. بعد اینجا لومتریکال دارم که خودم این پلن رو در واقع پلن رو آوردم که در واقع میام رنگ ها رو اینجا درست میکنم و الی غیره. اینجا ابزار هام رو دارم، صوتی که در واقع پخش میشه اینجا میتونم اندازش رو ببینم که چه اندازه‌ای هستش و این قسمت هم پلی بک هم هستش. ما اولین کاری که انجام میدیم میایم از قسمت پروژکت فایل هام رو وارد میکنیم، ولی قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم ما اینجا یه دونه بین رو در واقع اینجا میزنیم و یه دونه مثلا ویدیو روش می نویسیم تا یه پوشه به اسم ویدیو اینجا ایجاد بشه. بعد دابل کلیک میکنم، اینجا هم باز دابل کلیک میکنم، ویدیو هام رو وارد میکنم، باز سراغ قسمت پروژکت میرم، یه بین دیگه ایجاد میکنم مثلا موزیک، بعد باز وارد اون بخش میشم و موزیک هام رو میارم. چون که توی ادیت های بزرگ اگه این پوشه بندی رو انجام ندین در ادامه دچار در واقع سردرگمی میشیم. خب من اینجا دو تا فایلم رو آوردم، دو تا ویدیوم رو آوردم. اولین کار چیه؟ میام یه دونه سیکونس یا سکانس درست میکنم که چطور هستش. اگه من فایلم رو بکشم و در قسمت تایملاین برنامه بندازم، میبینم که در واقع اینجا یه تغییراتی رخ میده، یه سکانسی درست میشه و اینجا در بخش پلی بک هم من میتونم فایلی که در واقع نمایش داده میشه در قسمت تایملاین اینجا ببینم که چه هستش. این خط رو هم که مشاهده میکنیم من دارم چپ و راست میکنم، بهش میگم پلی هد. و برای اینکه تنظیمات سکانس هم رو تغییر بدم از قسمت سیکونس ستینگ رو باز میکنم. اینجا میتونم ابعادش رو ببینم که چه ابعادی هستش، در واقع فریم ریت و اینهاش رو هم میتونم ببینم و میتونم اینجا تغییرش بدم. و این سایز هایی که اینجا داریم 1920 و 1080 در واقع همون تنظیمات فوتیجمون هستش که ما در داخل تایملاین انداختیم. ما تغییرش نمیدیم، میذاریم به اون. بعد اینکه در واقع ما سکانس رو ایجاد کردیم، ما اینجا یک فایل اضافه هم اینجا میتونیم مشاهده بکنیم که در واقع همون سیکونسمون هستش. دو تا فایل ابتدایی که آوردیم و یه دونه سیکونس ما اینجا مشاهده میکنیم. فایل دوم رو هم من میکشم و میندازم روی تایملاینم. حالا اینم اومد اینجا. بریم سراغ ابزارها دیگه. گفتیم محیط کار رو، گفتیم سراغ ابزارهایی که ما داریم اینجا در این بخش ما میتونیم مشاهده بکنیم که پرکاربردترین اونها سلکشن تول هستش. سلکشن تول که در واقع همیشه استفاده میشه و پرکاربردترین در واقع سلکت ها رو انجام میده، جابجایی ها رو انجام میده. من اگه بخوام جابجا کنم لایه هام رو، اینها رو انجام. مورد بعدی که داریم ما اینجا
اگه چپ کلیک رو نگه دارین این لیست نمایش داده میشه براتون. ترک سلکت رو دادم که اگه من روی این بزنم هر چقدر ترک که داشته باشم بزنم اونها رو سلکت میکنه. من الان یه کاری انجام میدم. خب مثلا من الان یه پروژه‌ای دارم که این همه فایل داره. اگه بخوام این فایل ها رو با هم دیگه انتخاب بکنم میتونم از سلکشن تول استفاده بکنم و اینها رو اینطوری بکشم و انتخاب بکنم، ولی فایل هم زیاد باشه که خب اینجا هم زیاده. اگه ما ترک سلکت رو انتخاب بکنیم، ترک سلکت فوروارد و روی هر فوتیج هم بزنم فوتیج های بعدیش رو انتخاب میکنه. اگه من بیام در واقع مورد بعدی که بکوارد هستش رو بزنم، هر فوتیجی که قبل این هستش رو در واقع برای من سلکت میکنه. ابزاری بعدی که ما میتونیم اینجا داشته باشیم در واقع این ابزارها هستش که میتونیم استفاده بکنیم. ریمیکس تول رو میتونیم استفاده بکنیم که در ادامه بهتون میگم. الان بریم سراغ ریت استرچ. ریت استرچ چه کار میکنه؟ میاد سرعت فایلم رو تغییر میده. اگه من فایلم رو اینطوری فوتیجم رو اینطوری کوتاه‌تر بکنم، اگه پلی رو بزنم میبینم که سریعتر اتفاق افتاد. خب سریعتر از قبل اتفاق میفته. و اگه این رو بیشتر بکشم، طول فوتیجم رو زیادتر بکنم، سرعتش کاهش پیدا میکنه. ابزار بعدیمون ریزر تول هستش که در واقع همون میاد کات کردن رو انجام میده که هر جا میتونم کات رو بزنم، کات رو انجام بده و فایل هایی که دوست ندارم رو دلیت بکنم. من کنترل زد رو میزنم تا برگردم عقب. و ابزار بعدی که ما اینجا داریم پن تول هستش. میتونم پن تول رو انتخاب بکنم، یه شکل دلخواهی اینجا بکشم و همینطور که اینجا شکل میکشم در این قسمت هم یک لایه‌ای براش ایجاد میشه که میتونم این لایه‌ام رو جابجا بکنم با سلکشن تول. ابزار بعدیمون چی هستش؟ تکست تول هستش. میتونم اینجا تکست بنویسم و اینجا در واقع من گلکسی رو مینویسم. حالا بریم سراغ تنظیماتش ببینیم چطور میتونیم تنظیمات این متنمون رو تغییر بدیم. متنمون رو سلکت میکنیم، میایم افکت کنترل رو میزنیم، اینجا تنظیمات متن رو باز میکنیم. اینجا ابتدا میتونیم فونتش رو تغییر بدیم که در واقع فونتش چی باشه. من مثلا بذاریم یه فونت جذاب مثلا. خب این فونت رو براش انتخاب کردم. ابعادش رو میام روی مثلا 300 قرار میدم. البته 300 بزرگ شد، 250 قرار میدم. ابعادش رو میام پایینتر. رنگش رو اینجا میتونم تغییر بدم که همون سفید میذارم بمونه. یه استروکی بهش میدم، یک دوره‌ای بهش میدم که اینم سفیده. بزنید رنگش رو تغییر بدیم مثلا به حالا آبی که جذاب بشه. میتونم اندازه استروک رو تغییر بدم که من مثلا اینجا 2 قرارش میدم اندازش رو. میتونم اینجا یه دونه شادو یا سایه براش ایجاد بکنم که خب شادو رو میتونم اینجا رنگش رو تغییر بدم. میزان شفافیتش رو اینجا میتونم تغییر بدم. در واقع سایزش رو هم میتونم اینجا تغییر بدم. من میتونم این لایه متنم رو در واقع جابجا بکنم، بیارم پایینتر، بیارم چپ و راستش بکنم از این قسمت، از قسمت موشن. خب اینم از متنمون. یه نکته هم اینجا به ذهنم رسید که بهتون بگم. من اگه ریزر رو انتخاب بکنم و مثلا این قسمت رو پاک بکنم، خب این دوتا رو بعد وی رو بزنم، این رو حذفش بکنم. خب الان من اینجا یک قسمت سیاهی دارم، یه قسمت خالی دارم. اگه پلی هدم بیاد اینجا سیاهه در واقع چون فایلی نداریم. میتونم این رو پاکش بکنم با گزینه دلیت یا با بک اسپیس. میتونم این کار رو انجام بدم. کار بعدی که اینجا باید انجام بدیم در واقع نکته‌ای که اینجا هستش از تنظیمات تایملاین هستش که من اگه این فایل رو بکشم نزدیک فایل دیگه هم بکنم، همونطور که میبینید خودش جذبش میکنه. یا حتی اگه پلی هدم باشه من این رو بکشم نزدیک اون پلی هد که میشه یک جذبی رخ میده. این به واسطه این اسنپ این تایملاین هستش. اسنپ این تایملاین اگه این غیر فعال باشه دیگه این حالت اتفاق نمیفته. من هر چقدرم نزدیکش بشم باز اون جذب کردن رو انجام نمیده. حالا من میام یه دونه افکت میندازم. از قسمت افکت یه دونه لومتری کالر من مثلا اینجا سرچ میکنم و این رو روی فایلم قرار میدم. هرچند من اینجا پلنش رو داشتم ولی یه دونه افکت انداختم روی فایلم. وارد تنظیمات افکت کنترل میشم، میام پایینتر و اینجا در بخش تنظیمات لومتری کالر بیسیک کرکشن رو باز میکنم و اینجا سچوریشن رو که دارم این رو مثلا روی 200 قرار میدم. همونطور که مشاهده میکنی این رنگ های روشن خودشون رو بیشتر نشون دادن. این حالتی هستش که ما اون رو اعمال نکرده بودیم و این اون حالتی هستش که ما سچوریشن رو افزایشش دادیم و یه دونه لومتری کالر بهش انداختیم. کار بعدی که انجام میدیم میایم یه دونه موزیک بهش اضافه میکنیم. از قسمت موزیک یه دونه موزیک میارم، وارد لایه‌های موزیک هم میکنم و همونطور که مشاهده میکنین فایل موزیک هم
هم بیشتر از فایل تصویریم هستش. چیکار میکنم؟ بعد اینکه پروژهتون اینطوری جمع بشه میتونید منها بزنین یا حتی مثبت بزنین بزرگتر میشه، یا اینکه آلت رو نگه داریم و چرخنده موستون رو جابجا بکنیم. حالا من متنم بزرگه، میتونم متنم رو کات بکنم، اضافهش رو دلیت بکنم، میتونم یه کار جذابی انجام بدم. ما اینجا یک ابزاری داشتیم، ریمیکس تول هستش. اگه من این رو انتخاب بکنم و بیام این ابزار رو روی انتهای موزیکم بذارم و موزیکم رو کوتاه‌تر بکنم تا اندازه فایل های تصویریم بشه، این ابزار میاد چیکار میکنه؟ میاد آنالیز میکنه اون موزیکم رو و خودش پایانش رو به صورت خوشگل در واقع تموم میکنه. آنالیز کردن تموم شد و همونطور که میبینی خودش اومد پایانش رو انجام داد که خب نتیجهش رو با هم دیگه ببینیم. خب این هم از این در واقع تنظیمات این رو هم گفتیم. اگه بخوایم تنظیمات بیشتری انجام بدیم، صداش که زیاده، میتونیم راست کلیک بکنیم و اینجا آدیو گین رو بزنیم. اینجا میتونیم در قسمت آدیو گین مثلا صدای موزیکمون رو کمترش بکنیم و حتی میتونیم باز از قسمت افکت کنترل این تغییرات رو که میخوایم انجام بدیم و تنظیمات موزیکمون رو هم انجام بدیم. خب بچه‌ها اینم از این آموزش ما رو انجام دادیم. فقط یه نکته که اینجا هست، چطور میتونیم بیایم متن رو به شکل سینمایی طور، به شکل فیلم های هالیوودی انجام بدیم که من برای اون هم آموزش ساختم که اینجا براتون میذارم، حتما اون رو هم ببینید. یه آموزش مفیدی هستش و توی ویدیو دیگه شما رو خدا میسپارم. یا حق و خدا نگهدار.